آیا برداشتن کاتالیزور یا کاتالیست خودرو واقعا شتاب و قدرت موتور رو بیشتر میکنه؟ قبل از پاسخ بیایید ببینیم کاتالیزور چه کاری انجام میده. این قطعه کوچیک ولی حیاتی تا 90% از آلایندگی خودرو رو کاهش میده. مونوکسید کربن رو به دی اکسید کربن تبدیل میکنه، اکسیدهای نیتروژن رو به نیتروژن خالص تبدیل میکنه و هیدروکربن‌های نسوخته رو به بخار آب تبدیل میکنه. حالا سوال اصلی، برداشتن کاتالیزور چقدر قدرت موتور رو افزایش میده؟ فقط 1 تا 5% در بهترین حالت. یعنی اگه خودروی شما 100 اسب بخار قدرت داره، بعد از برداشتن کاتالیزور به 102 اسب بخار میرسه. اما هزینه این افزایش ناچیز چیه؟ 10 برابر شدن آلایندگی خودرو. در کشور ما خودروها مسئول 60% از آلودگی هوا هستند. پس قبل از اینکه به فکر برداشتن کاتالیزور بیفتید، به این فکر کنید که آیا 2% افزایش قدرت موتور به سخت‌تر شدن تنفس همشهریاتون میارزه؟